سلام، من امیر بلینکم و به چنین خودتون خوش آمدیم. امروز میخوام چند تا اتیچمنت بهتون بدم. قبل اینکه بریم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک و کامنت هم ازتون ممنون میشه. خب برای اتیچمنت اولی میریم رو اوتلا، قسمت اسنایپر. من اینجا میمونم، یه اسکرین شات ازش بگیریم، یعنی بتونه ازش استفاده. هر رنگی هم که بخواهیم میتونیم روش بزنیم. حالا من پنکاشو باز نکردم. خب دومین اتیچمنت PP50 یک گان فوق العاده اوکی. ازش اسکرین شات بگیریم. تو مولتی خیلی جوابه. پایینتر فکر کنم 24 تا دمیج 22 تا دمیج میده. یعنی هدشو اندازه 32 تا دمیج بده. اسکرین شات بگیریم، به درد کنیم. بعدی بله اچس. حالا من به دفعه اسکوپو گذاشتم روش، میتونی نزد. یکی اسکرین شات ازش بگیریم، واقعا اوکیه. این پرک هم که میگم رو شاتگان میزنه ای اوکیه. این پرک رو میذاریم سرکن، این پرک رو میذاریم، چیه اسمش؟ گانگه ها. میتونین تو یعنی خشاب عوض کردن یا همون ریلود کردن موومنت هم بزنیم، کنارش موومنت هم بزنیم. بله لوکاس فکر کنم الان 2 سیزن و 3 سیزنه عوض نشده اتیچمنتش، همون اتیچمنت. اسکرین شات بگیرین، من وامیستم تا اسکرین شات بگیرین. روی پرک امپید بذارین که اوکیه. تونتو کارامبیتو گانتون عوض میکن. پرکا اوکیه. اینم اگل بذارین یا اسکور بذارین دیگه. آیرون لونگ بذارین، این براسورت. صدا پا میخوانه گیر دیگه. اسکینز بذارین دیگه. هاردلینگ بذارین. همین ها دید. بعدی دیله، چون من اسنایپ خیلی با پلی میدم برای اسنایپر. تو مولتی ایده دوئلی بهتون میدم. تو دوئل خیلی جوابه. این تک شات میندازه اینجوری بهتون. اینو میتونی بردارین، خیلی اوکی نیست، من باش نمیتونم بزنم. این هم میتونی این بله CBR4. اصلا تو مولتی اگر رنگتون رو با این به لجند نرسونین، واقعا چی بودم تست کردم، امتحان کردم، گذاشتم داخل چنلم، یعنی شروع کارم. میخوام خیلی برم جلوی محیطم کنید. از این CBR فرم یه اسکرین شات بگیرم کنم. یک گان دیگه همون کریم جان، این کریم اوکی. کریم
این رویش دیسبل بذارین چون میزنیم. سید فلک جامپ هم خوب. اسمش رو روش گورد کردن گانر هم بهتون میگه. یک ریسه XM4 یعنی همه گان دیدید اتیچمنت اوکی. ازش اسمی شد دیگه هم اینا. من M13 هم هسته. از M13 دیگه واقعا اوکی. من ازش استفاده میکنم تو مولتی هم باش جواب میدم. میشه دوئلی هم دوئل آزاد میتونه باش. روس هم اوکی. روس هم ازش اسکرین شات دیگه. ولی خیلی کامل نیست. باید کاملش میکنم یاد. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. من آموزش گورد کردن و دایموند کردن گانا رو براتون میذارم. روز خوش.